سلام و درود به پایان. شام بخیر با کلی دوستان و подписчикон. یک دو سوال می کلامدا گیر گشته است. می خیلی هم سوالا رو خواستم که شما دا بتون نفرانی که میفهمن با روشنی اندازن همین سوالای ما دا. خیلی دیده استم که 45% دنیا عین حال این همی کش و جنگ، این طرفش سوختار، این طرفش آبخیزی، این طرفش این دنیا همه خیلی بده. دنیا همه خیلی این همه ما جهانما رو بسیار تماشا میکنم. به حد همه کش و شمال خیزی و گیر با دماند و خیلی همه چی رو میبینیم، همه چی رو دیده استیم. و اینا به قریبی روزی ششم و هفتم خانه خدا در مقصد و مدینه و همین بگیم که همین عربستان دا بسیاری بعد باران برید. بعد آنها زیدن عین حال با قول رسول دانی момент نیمی امریکا دا برفای، نیمی امریکا دا سوختار رفته است. لس آنجلس دا سوختاری شدید رفته است. و سوالی ما همه که در همین سوختاری که شیده است وجود آدم نیست، کودک نیست، یکون کس نیست که خلم برای بگه که وای ما سوختیم، که آتش برای بگه خونی ما سوخت، یا که یک چی بگم یکون کس ندیدم که مثال یک اینمی تاجیکستان در یک خونه همسایه ما سوخت. باور کن نیمی همو دوم خستیم واس کدا ایودم نمیبروی همو چیزی نمی یکم سرویس که نمی بولاده دردم از همه 2-3 سال پیش بود. ویس دوم و خلق این پارا بی این کش و کش بی وجود یک آدم رو میبینم که ماشین رفته و اومده استیان یکون آدم نیست. وجود کودک ندارم وجود ویا مقصد زندگی نمیکنن. نمیدونم، من فکر میکنم هم جای سوخته است که فقط در همین اینترنت میبینم خونی فلان هنرمند سوخت، خونی فلان اکتور سوخت، خونی جکی چان سوخت، خونی اونو تیتانیک بازی کرده که لیکابرو ای که خونی وای سوخت، این ایش سوخت گفتم اینترنت دنگ برآمده است که ایش سوخت اوش سوخت خیلی شید هنی خیلی شید هنی خیلیش من نفهمیدم چی گپ باشه. وجود آدم نیست. بعد روی اخبارات تلویزیون مگم میذارم، تلویزیون دمی سری بعد ای نماز بامداد اخبار شید سوختار یکم ای چیزی که تلویزیون گفت سیم با سیم میرسه، سیمای واسکاول نمیگیم که کلون غاوس خمانی خیلی دست 30 ولت ها و دست 20 ولت ها نه وقت سیمای غاوس 3000 ولت چی هم ایش به ایش میرسه. میگم وقتی شمال سخت میشوه ایش به ایش میرسه دیگه همون سیمی که استالبه که گیجوی رفته همون شهر همون سیم ایش به ایش رسیده و همون وقتی که میگه 3000 ولت میگه میرسه. میگم خیلی رنگ سرب او میشه. میگم خیلی زمین ده میرسه. میگم خیلی فقط بالای خونه و بربری خونه کش دیگه میگه ریخته و رفته است. میگم ای تای زمین سوخته برآمده است. مقصد هم سیمایی که بدن که جای قوه برق بود میگه همه سوخته رفته است. میگه وقتی که درگیر میگم سوخته رفت سیم سوئد دیگه همه جا سوئد مرد، سوئد خاموش، قوه برق خاموش شد. میگه اون طرف دیگه سوخته رفته است. و ما مسلمانا ما باوری دارم که یگان تا ما خرسند نمیشیم در این کارو، یگان کس خرسند نمیشیم. نکیم که در کامنتر بسیار میخونیم، بسیار کامنتر رو مینویسن که ما خوب شون کرد و خدا زد شونه و ما هر یک نفر با تکه به هم خدا میکنیم و به خدا میسپوریمش. ما زیغ ما خرسند نمیشیم یگان وقت، ما همه وقت زیغ میشیم و خرسند نمیشیم. ما مسلمانو در زیقی یک نفر ما هیچ وقت باید کسی باشونه باشه ما خرسند نمیشیم. ایرا من میدونم در خونی ما هسته که ما خرسند نمیشیم. ما چیزی که باشونه باشه ما فرق داریم. ما مسلمانو فرقیت ما در چیه که ما یکم مصیبت یکم کسی خرسند نمیشیم. چی دشمن باشه، چی دوست ما باشه، چی ما دا بد کنه، چی ما دا نیکی کنه، ما همه وقت دل سوزیم، دل ما میسوزه. خداوند بزرگ مشکلی همه مسلمانو همه بنده هاشو آسان کنه. خدا نگهبان.